ضرب المثل و مقالهای چینی. به شمال موج نمی خیزد، قماربازی به آرد کنی می کشد. کمبغل از نزد فالبین دور نمی رود و بای از داروخوری کنده نیست. بی سبب ضرب المثل نمی گویند. با نزدیکان کمک کنی بعد خرسندی را می فهمی. ثروتمندی از پولهای خرد سر می شود. بای مشکلات کمبغل را نمی داند، سیر عذاب گرسنه را. دستی کلان حرفهای کلان می نویسد، آدمی کلان کارهای کلان می کند. لقمه کلان در گلو در می ماند. جنجال کلان را به خرد تبدیل ده، جنجال خرد را به نیستی. درخت کلان از شمال می ترسد، آدمی کلان از بدبختی. شخص بزرگ خطاهای آدمان خرد را اعتبار نمی دهد. دهقانان 100 ساله بسیارند، اما منصبداران 100 ساله نیست. چشم را زود گشا و دهان را آهسته. سگ را که زدی بر روی صاحبش نگاه کن. گاو سیاه را می زنند و گاو زرد را می ترسانند. در یک بیشه 2 پلنگ زندگی نمی کند.